دعوتتون من جلدتون عالی باشه. دادگاه کم خیلی خوش اومدید. چنل خودتون هم ویدیو خودتون میتونید با یک ویدیو خفن با هم جوابشتون میاد. اگه خوشتون میاد بعد چلایتون خیلی بهتون میکنه. خیلی شکراتون تمام میاد روزایی که هر وقت ویدیو بشن تو خبری که تازه ببینید بزنیم سراغ ویدیو. لیتس گو بریم سراغ ویدیو. دختر قشنگم، طول میکشه بفهمی. هم کافی بودی، هم دوست داشتنی بودی، هم زیبا بودی. فقط کنار یه مرد نبودی. خودتو اذیت نکن، ارزششو نداره. راست میگه، اما راست میگه. ولی من چند باری که ویدیو شما دیدم کلا احساس کنم با ضربه خیلی بسزایی از مرد خوردی. یعنی پیجتی که دیدم، یعنی کلا 50% پیج در مورد همین موضوع. درست میگی، واقعا من نباید فهم اشتباهی وارد رابطه یا زندگی شه. فکر کنم شما خیلی خیلی ضربه محکمی از یه آقای خوردی احساس میکنم. اسم من بریم. روز هفتم از چالش رسیدن به گنج طلایی. امروز 3100 تا فالوور بهمون اضافه شده، پس 3100 تا قاشق میکنه. تو این راه همراهمون باش و زودتر فالو کن تا زودتر به گنج طلایی برسی. داداش داری راه درست میری، ولی اونی که تو داری میکنی تهش بتونی به آب برسی. یعنی گنجی وجود نداره، یه تهش بتونی به نفت برسی، اونم خیلی باید بیکنی بری. یه 2-3 متر بکنی تهش بتونی به آب برسی. حقیقتا گنجی وجود نداره. بله، بریم بعد. چقدر داری با من میخوری، چقدر دوست داری، چقدر دوست داری واقعا. چرا این غیر برای چی وقتی عکس سیدنی سوینی نشونه رفیقت میده میگه تو خوشگلتری؟ چی؟ وقتی عکس سیدنی سوینی میگه تو خوشگلتری؟ رو خدا دیگه در این حد دیگه نیستم. مسخره بازی در نیارین دیگه. خودت الان مثلا خنده نمیگیره این حرفت. خیلی خوشگلتر از اون سیدنی سوینی کی اصلا در قبال تو خیلی زیباتر از اونه. بعد دخترایی که کرد یا لورن خیلی خوشگلترن. کردا خیلی خوشگلن، نمیدونم چرا. هم چشمنگی هم خیلی سفیدن، هم خیلی بورن. واقعا دورتون بگم. نخونم ها میبینی؟ داداشم پولشو داده. ازم طراحی ناخونم 3 ساعت و نیم طول کشیده. حتی داداشم وقت گرفته برام. داداشم میبینی؟ واسه تک تک اینا داداشم نظر داده. داداشم ای بابا درست فیلم بگیر دیگه. داداشم اگه ببینه نخونم بد افتاده ناراحت میشه. مدیونید اگه فکر کنید این ویدیو تبلیغاتیه، چون داداش من اصلا پول تبلیغات نمیگیره. حواست باشه که به داداش من رب نگاه نکنی، وگرنه با همین ناخونه چشاتو در میارم. عزیزم ناخون کار من خیلی حرفه‌ایه، تازه دوست داداشمه. بعد اگه میخوای طراحی خفن بزنی فقط باید به پیش ناخون کار من. مگه داداش داری تو؟ نه بابا،
اصلا معلوم نبود داداش داری. پشمام الان تازه فهمیدم داری. ای داداش داشتی اصلا. نه بابا، چه تبلیغی کردی از داداشت. دمت گرم. فهمیدیم داداشت پولشو بده. فهمیدیم. بله فهمیدیم. به خدا که اصلا نفهمیدم داداش داری. واقعا نفهمیدم. دمت گرم. واقعا نفهمیدم داداش داری. به خدا ما هم داریم. بریم بچه. این مول چیز یعنی یه چی شد. آقا من الان خودم بازی میکنم دیگه. اصلا اینجوری نیست. یه چیزی اتفاقی براش افتاد. برو ببین چه شد. این رفت. این مون یه چی شد. این یه چیزی شد. چقدر کلیپ عجیب شده. دوستان اومدن خونمون یه بار. الان مشکل دقیقا چیه؟ نمیذاری خوشحال باشن. مشکل تناز روزان من ببینم دهنه خیالت راحت بشه. الان رو راست دارم بگم مشکل چیه. اگه مشکل این تناز روزان من همین الان بگیرم تو دهنه اینا. چی من بعد لحظه به لحظه به تو خبر بدم؟ هیچی. روزان داره میرینه، تنازم اینجا نشسته. اگه من یک شب با تو هماهنگ نکردم دوستان میخوام بیام خونمون، چرا داری میبینی تو حال من الان؟ اصلا وایسا ببینم تو دختره رو چرا کامنت رو جواب دادی؟ چرا فالوش کردی؟ تو اصلا به من جواب بده. واسه چی؟ داداشون هم خیلی آبجیمونه هست. آبجیمون هم خیلی خوبه. انشالله که خوشبخت شما رو به طرف مقابل. ولی بدبخت اون دو تا رفیقت چی میکشن. چی میکشن. واقعا دمت گرم که سعی کردی آرامش توی رابطه برقرار بشه. آرامش توی زندگی برقرار بشه. این خیلی مهمه. برن رو زندگی مون بدبخت اون رفتن. چه سیدوی خفنی. پشمام پشمام پشمام. میگم غیرت زیادی رو لباس دختر واسه بیخایه هاست. بیا اینجا عزیزم. تو هر چی دوست داری میتونی بپوشی. منم میتونم دعوا کنم. بده بره. این دعوا که میبرن میخورن دوره میارن. تو سعی نکن اصلا دعوا کنی. دعوا برای شما ضرر. جدی میگم. شما دعوا نکن. کلا دعوا رو بسپر به یکی دیگه. میری اونجا فقط نگاه کن. دعوا نکن. جلو نرو. اصلا جلو نرو. کلا چی میبینم که میگم جلو نرو. ولش کن. چی بگم واقعا چی بگم. مبارکت بشه. چی بگم. اصلا هر چی فکر میکنم بیشتر هیچی نمیتونم بگم. واقعا میگم. امشب دعوت شدم خونه داداشم فوتبال پارتی. اصلا نمیدونم چی هست. هیچ لباس فوتبالی هم ندارم. چند ساعت فرصت داریم بریم با هم دیگه یه لباس فوتبالی بگیریم. ترکیب رنگ برزیلو خیلی دوست دارم. به نظرم از بقیه تیم‌ها رنگاش قشنگ‌تره. معمولا پنجشنبه وقتی که میرم خونه برادرم تا جمعه میمونم. جاتون خالی. هفته پیش با هم دیگه کله پاچه خوردیم. اونم 5 صبح. انقدرم بهمون چسبید و مزه داد که حرف نداشت. من از کله پاچه هیچ چیشو دوست ندارم. فقط زبون و چشمو واقعا میخورم. اونم نه هر کله پاچه‌ای. کله پاچه‌اش باید حسابی تمیز باشه.
یعنی خدا نکنه من تو کله پاچه یه دونه مو ببینم. وقتی کانسیلر تو با یه بیس صورتی ترکیب کنی یه همچین فینیش شادابی بهت میده. کانسیلرم 10 ساعتم بمونه نه بین خطوط چشمم میره، نه پیل میشه نه چربی پس میده. درسته که خیلی فوتبالی نیستم ولی توی بازی‌های PS5 یه سر و گردن هنر دارم، مخصوصا اگه اون بازی کراش باشه. بازی تیکنم هم بد نیست. الان میشه 3 ماه که به لستاپاس گیر کردم. اعتقادی هم ندارم که از یوتیوب نگاه کنم. با اینا هم چکمک میذارم. به این پارت دوم وسایلمون رو جمع کنیم. و اگه نمیدونی فوتبال پارتی چیه واسه چی داری میری؟ خطرناک نیست؟ واسه کلا مگه واقعا یعنی چه چیزایی رو میشه؟ شاید فکر نمیکردم یه آرایش روی مرد ببینم یا واقعا یعنی کلیپا رو میبینم زبانم کلا قفل میشه، کلا بند میشه، چف میشه، نمیدونم چی بگم. ولش کنید چی نمیگم. قربونتون برم، مرسی که اینجوری به من همراهی کردید. اگه خوشتون اومد حتما و جلوی کنید. خیلی بهتون میکنه، خیلی بهتون هم یاد بذارید که هر وقت ویدیو گذاشتم و یوتیوب بگه که داستان ویدیو گذاشت ببینید تا یه ویدیو دیگه همجوری خفن پر صدا و قبله و شد سر حال بمونید.